برای قرنها، مردم باور داشتند که زمین مرکز جهان است. این مدل که مدل بطلمیوسی نام داشت، میگفت همه ستارگان و سیارات به دور زمین میچرخند. در قرن 17 میلادی، گالیله گالیله، اخترشناس و فیزیکدان ایتالیایی با تلسکوپی که خودش ساخته بود، نخستین بار توانست آسمان را از نزدیک مشاهده کند. او دید که ماه دارای کوه‌ها و دره‌های شبیه زمین است و خورشید لکه‌های تاریکی دارد. این شواهد نشان دادند که آسمان‌ها کامل و بی‌نقص نیستند. گالیله 4 قمر بزرگ مشتری را کشف کرد که به دور این سیاره می‌چرخند، نه زمین. این مشاهده نشان داد که همه چیز به دور زمین نمی‌چرخند. او همچنین مشاهده کرد که سیاره زهره به مانند مهتاب به حالات مختلف نمایان می‌شود. یعنی از هلال تا حالت کامل تغییر شکل می‌دهد و این تنها زمانی ممکن است که زهره به دور خورشید بچرخد. با این مشاهدات گالیله نشان داد که زمین مرکز جهان نیست و بسیاری از باورهای پذیرفته شده توسط کلیسا اشتباه است. او با این کار نه تنها مدل خورشید مرکز را اثبات کرد، بلکه پایه‌های انقلاب علمی مدرن بر اساس مشاهده و تجربه را بنیان نهاد. وی همچنین آزادی علم از دین را اساس گذاشت.